چلو کبابی این آدم حسابی به به صدوق نابی عجب چلو کبابی نرم و بویده آبدار. و برگ تازه چقدر خوب و بامزه تو باشقاب و تو دوری چلو. امروز میخوام شما رو با یکی دیگه از کلک‌های کباب کوبیده رستوران یا بازاری آشنا کنم که برای خودم هم خیلی عجیب بود. ملکی خوشم بیارم به جاش برات میدم. گوشت ارزون، خوشمزه و کاملا هم گوشته ها، اما خب از قیمت گوشت اصلی 50% پایین تره. چه کلک خوشگلی. دوستای گلم سلام، به کانال آشپزی خودت خوش اومدی. امشب میخوایم دوباره یکی دیگه از کلک‌های رستورانی یا بازاری رو برای کباب کوبیده رونمایی کنیم. یه گوشت خیلی خیلی عجیب که من تازه باهاش آشنا شدم. طعم گوشت واقعی نمیده، اصلا گوشت واقعیه، اما قیمتش نصف پایین‌تره. تا آخر ویدیو همراه من باش تا با این کلک جدید رستوران دارا هم آشنات کنم. امروز میخوام با گوشت کله کباب درست بکنیم. من 1 کیلو گوشت کله دارم که به این میخوام 200 گرم چربی اضافه کنم که 100 گرمش قلبگاه گوسفنده و 100 گرمش هم چربی گوسفندیه. من معمولا از پرده شکمی گوسفند استفاده میکنم به 2 دلیل: 1 بوی دنبه نمیده، 2 قیمتش از دنبه ارزون تره. شاید بپرسید گوشت کله مال کجاست؟ گوشت کله گوساله قیمتش خیلی پایین تره و قصابا معمولا جمع میکنن و فقط به رستوران دارا میدن، برای همین گیری من شما خیلی کم بیاد. بریم با هم دیگه این گوشتی که من دیشب گرفتم و گوشتم توی یخچال فریز شده و میخوام چرخش کنم و با هم ببینیم. بریم و برگردیم. خب برای اینکه ما بتونیم چرخ گوشتمون خوب کار کنه و خیلی راحت گوشتمون رو چرخ بکنه، ببینید گوشت رو بذارید داخل یخچال قشنگ فریز بشه. ببینید بعد بذارید یه مقدار نرم بشه، انقدر که چاقو بتونه ببرتش، یعنی بشه با چاقو به راحتی تیکش کرد و جدا کرد. هم خوب چرخ میشه و هم خیلی خوب با هم دیگه اون چربی و گوشت مخلوط میشن. خب من 2 تا پیاز دارم، 2 تا پیاز بزرگ دارم که تقریبا 300 گرم وزنشونه. آبشون رو هم نمیخوام بگیرم، پس ما دقیقاً داریم 300 گرم پیاز اضافه کنیم به اون مایه گوشتی که 1 کیلو داشتیم. چرا میزانش بیشتر از حد معمولی که بین 200 تا 250 گرم بوده؟ چون چربی گوشتمون کم بودش. هرچی چربی گوشت کمتر باشه پیاز باید بیشتر باشه، اگه چربی گوشت زیاد باشه پیاز باید کمتر باشه. پس من 300 گرم رو خورد میکنم، ریزش میکنم. میتونید تو غذا ساز بریزید، میتونید داخل گوشت رو برقی بزنید یا رندش بکنید، هر کدومتون راحت تره. خب بچه‌ها من 1 کیلو گوشت داشتم، گوشت کله گاو که بهش 100 گرم قلبگاه گوسفند اضافه کردم و 100 گرم هم پرده شکمی یا همون چربی، تقریبا شد 1.200. حالا این 300 گرمی که بهش اضافه کنم وزنش میشه 1.500 و من 5 تا مهمان دارم و این حجم براش زیاده. من یه بخش از گوشتمو نگه می‌دارم، بهش پیاز قاطی نمی‌کنم، میذارمش داخل فریزر برای کباب‌های بعدی ازش استفاده می‌کنم. اسراف کردن چیز خوبی نیست اصلا. خب اینو می‌ذارمش کنار. حالا پس من باید پیاز کمتری بهش بزنم چون حدود 400-500 گرم ازش کم کردم. من نصف این پیاز رو آبش هم نگرفتم، یعنی از 300 گرم حدود 200 گرمش اضافه می‌کنم پیازم رو. حدود 10 گرم بهش نمک اضافه میکنم، 3 گرم هم فلفل سیاه. حالا اینا رو حسابی با هم دیگه ورز میدم، قشنگ زیر روش میکنم تا همه مواد به خود هم برن و یه دست بشن. اگه دوست داشتید کباب زعفرونی بخورید تو این مرحله میتونید بهش 1 قاشق تا 2 قاشق هم بهش زعفرون اضافی بخورید. بعد از حدود 3 دقیقه بهش ورز دادید، حسابی زیر روش کردید، کف مالش کردید، چند دفعه هم اینجوری بلند کنید و بکوبید کف ظرفتون تا اون هوای میان بافته گوشتمون خارج بشه. اگه خیلی ماساژش بدید چربی گوشت ازش خارج میشه. بعضی دوستان میگن که بعد 10 دقیقه 8 دقیقه ورز بدید. من اول اشتباه مرتکب میشدم ولی اشتباهه. چربی گوشت ازش خارج میشه و کبابتون خشک میشه. خب روش میکشم و میره برای 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم استراحت کنه.
خب بعد از گذشت 1 ساعت و نیم گوشتمون آماده است برای گرفتن سیخ. طبق معمول دستتون رو خیس کنید. یه چونه به میزانی که میخواید 100 گرم، 150 گرم، 120 گرم، هر چقدر که مورد خواسته خودتون هست رو بردارید و طبق آموزشی که توی کانال خیلی گذاشتم آموزش کوبیده، اینو بکشید روی گوشتتون. خیلی سوال در مورد کباب کوبیده پرسیده میشه دوستای گلم، کامنت زیادی میاد که بعد از این ویدیو یه ویدیو میخوام ضبط بکنم که کلا به سوال هایی که مربوط به کباب کوبیده هستش پاسخ بدیم. سوال هایی مثل که چرا گوشتم بریده میشه، چرا کبابم خشک میشه، چرا کبابم سفت میشه و از این قبیل سوال ها. پس اگر علاقه‌مند هستی که اطلاعات در مورد کباب کوبیده ببری بالا، ویدیوی بعد از این ویدیو رو از دست نده. خیلی خوب. بعضی دوستان اینجوری میکنن، ببین ما اینو نداریم، شما باید جوری گوشت رو تو دستتون بگیرید ولی دست خیسه گوشت به دست شما نمیچسبه، پس ناگزیره که به سیخ فقط بچسبه. پس یه مقدار فشار بدید که قشنگ به سیخ بشینه. قشنگ خیلی با ناز و نوازش این کار رو انجام ندید. حالا میرم برای نقش انداختن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. دقت داشته باشید دوستای گلم، سیختون حتما باید خشک باشه، خیس نباشه، چرب هم نباشه و گرم هم نباشه. این سه تا دلیل میتونن باعث این بشن که گوشت به سیخ شما خوب نشینه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. کباب کوبیده های یه دست خیلی عالی. خب دوستان گلم کباب آماده شد، بریم برای پختنش و بعدش سس کری که میخوایم بدیم روش. بریم و برگردیم. دوستان گلم دقت کنید کبابا رو هر 7 ثانیه تا 10 ثانیه یک بار برشون گردونید تا هر دو طرف کبابا به طور یکسان توسی بشه. بعد از اون حرارت بالا دیگه نمیریزه، روش که یه مقدار برشته شد از رو حرارت برش دارید. اینجوری یه کباب نرم و آبدار خواهید داشت. خب دوستای گلم سماق امضای کار، اصلا نباشه کباب کوبیده نمیشه. اینم از آموزش امروز. یک کباب کوبیده دیگه با گوشت کله زدیم که قیمتش نسبت به گوشت راسته گوساله یا گوسفندی نصف به نصف میاد پایینتر. گوشت هم هستش. حالا اگر با ذائقه‌تون مشکلی نداره جور میشه درست کنید و میشه جونتون. اگه خوشتون اومد ممنون میشم نظرتو با لایک کامنت بهم بگی. منو به دوستات معرفی بکن تا آموزش بعد. خدا حافظ.